اگه تا به الان این کیک جذاب رو درست نکردین وقتشه که دست به کار بشین. سلام، من الین کیکم. بریم با هم کیک 3 شیر زعفرانی درست کنیم. تو مرحله اول شیر رو با زعفرون روی حرارت غیر مستقیم قرار میدیم تا گرم بشه. زرد و سفیده تخم مرغ رو جدا میکنیم. سفیده رو با نصفی از شکر دستور هم میزنیم تا کاملا فرم بگیره. داخل همون ظرف زرده، باقی شکر و وانیل رو هم میزنیم تا کاملا کرم رنگ و کشدار بشه. مخلوط شیر و زعفرون گرم شده و روغنمایه رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. مواد خشک رو طی 2 مرحله الک میکنیم و اضافه میکنیم. سفیده فرم گرفته رو طی 2 مرحله اضافه میکنیم و فولد میکنیم تا مایه کیکمون یک دست بشه. داخل قالب میریزیم و تو فر از قبل گرم شده قرار میدیم تا کیکمون آماده بشه. بعد از پخت از قالب جدا میکنیم و اجازه میدیم کاملا خنک بشه. برای 3 شیرمون شیر، خامه، شیرعسل، زعفرون و وانیل رو با هم دیگه مخلوط میکنیم و فقط میذاریم روی حرارت تا گرم بشه و مواد یک دست بشه. کنار میذاریم تا کاملا خنک بشه. کیکمون که کاملا خنک شده داخل قالب برمیگردونیم، با خلال سوراخ ایجاد میکنیم و مخلوط 3 شیرمون رو روی کیک میریزیم و اجازه میدیم به مدت 2 الی 3 ساعت داخل یخچال استراحت کنه. بعد از استراحت از قالب جدا میکنیم، خامه کشی انجام میدیم و به دلخواه تزیین میکنیم. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.